بدون شک پنیوایز یکی از نمادین‌ترین و ترسناک‌ترین ضد قهرمان‌های تاریخ ژانر وحشت به حساب میاد و به لطف آندرس موچیتی ما تونستیم تصویر به نسبت دقیقی رو از این شخصیت تو آثار سینمایی ببینید. فقط یه دلقک هیولای ترسناک نیست. اینطوری بهتره بگم که چیزی که ما تا الان تو نسخه های سینمایی ازش دیدیم فقط 10% از اون چیزیه که استیون کینگ تو کتاب‌هاش در مورد این موجود اهریمنی باستاب این موجود و حالا تمام لایو اکشنایی که دربارش ساخته شده واقعا ترسناک، شیطانی و تا حدی هم شکست ناپذیر به تصویر کشیده شده. اما همونطور که گفتم هیچ در اصل خیلی فراتر از همچین چیزیه و حتی خیلی فراتر از جهانیه که توش قرار گرفته.